بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب دکتر احسان الله مبارز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پیوسته موفق، سعادتمند و پیروز و شادکام بوده باشید شما و جمله بینندگان عزیز. خوش از الله تبارک و تعالی برای خود و شما و جمله بینندگان عزیز توفیق و هدایت پایدار و مستمر را خواهانم. تشکر از شما. بینندگان عزیز، طبق روال مأمور برنامه را با سوالایی که از طریق SMS شما عزیزان فرستادین آغاز می‌کنیم و بعد از آن به سوالای تماس تلفنی و بقیه امور می‌پردازیم. جناب دکتر، بیننده‌ای سوال کردن در مورد ماه رجب، گفتن که از نظر شرعی آیا برای ماه رجب فضیلت خاصی در دین مبین اسلام وارد شده است یا نه؟ الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، الله تبارک پیوسته در سایه لطف کرم الله تبارک تعالی بوده باشید. راجع به سوال شما که در خصوص ماه رجب هست، یعنی رجب در خصوص خود جز این که یکی از ماه‌های محرم هست و یکی از 4 ماه محرم هست که 3 ماه او این عدت در قرآن کریم ذکر شده بر مجموعاً که میگه که این عدت الشهور عند الله 12 شهرا، این عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. یقینا تعداد ماه‌ها در کتاب الله تبارک و تعالی از روزی که زمین و آسمان را آفریده، در سوره توبه است، از روزی که زمین و آسمان را آفریده 12 ماه است. منها 4 حرم، از میان از اونها 4 ماه اینها ماه‌های دارای حرمت خاص‌تری هستند یا که ماه‌های محرم هستند که یکی از اونها ماه جداگانه همین ماه رجب هست. 3 ماه دیگر ماه شوال و ذوالقعده و ذوالحجه بعد از رمضان تا به ماه حج. این 4 ماه در نزد عرب جاهلیت هم ویژگی خاص خود را داشتند و نوع خاص. اما در خصوص فضیلت خاصی دیگری برای این ماه و یا فضیلت عبادت خاصی برای این ماه چیزی در احادیث صحیح یا در نصوص صحیح قرآن و سنت نیامده. البته قسمی که برای همگان معلوم هست، یکی از اشکال و یا صورتهای بازارگرمی سخنوران مذهبی یا که در جامعه مذهبی خود را تبارز میدهند، ظهور میکنند، یکی از مواسم یا که یکی از مواردی که برای از اونها میخواهند سخنوران خود را گرم بسازند و مردم را در اطراف خود در جمع بکنند،
همین فضیلت سازی برای مواسم هست. درست. یکی فضیلت سازی برای اشخاص، یکی هم فضیلت سازی برای مواسم و یکی هم فضیلت سازی برای اعمالی که ثبوت در قرآن و سنت صحیح ندارن. این هم یک ماه رجب هم یکی از ماهایی است که در مجموع احادیث زیاد ضعیف و احادیث بیشمار دیگر موضوعی خود ساخته و با خود بافته از سوی همین واعظان به علم و بدور از تحقیق دینی در ساحه تبارز کرده و در خصوص از عهد قدیم مثلا در قرن 4 و 5 هجری کتابی هست، از بلکه در قرن 5 هجری مثلا کتابی هست از ابو معشر طبری رحمه الله که در او تنها 2 حدیث در فصل رجب هست، بلکه تنها 1 حدیث در فضل رجب هست. اما بعد از او که آمده در قرن بعدی ابن عساکر کتابی هم داره که متوفی 570 وفاتشان 571 از جزء در فضل رجب. اما زمانی که موضوع به مدت بعدتر از او رسید، یعنی دامنه این احادیثی بافته شده به حد زیاد شد که ابو الخطاب عمر ابن حسن اندلسی معروف به ابن دحیه کلبی از علمای مالکی هست، وفاتشان هم سال 633 هجری کتاب مستقل تألیف کردن، اداء ما وجب فی بیان وضع الوضاعین فی رجب. درست. یعنی که ثابت میکنن که این ادای مسئولیت در بیان وضع الوضاعین. بله. کی آمده؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله تعالی آمده بالای کتابی با تعلیقات اضافه تر کتاب دیگری نوشت که هر دو کتاب با هم به چاپ رسیدن و در خدمت خوانندگان عزیز قرار دارن. علاقمندان اگر میخوان هر دویشان در اختیار قرار داره و بالای همین کتاب دیگر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله تعالی صاحب فتح الباری، کتاب مشهور فتح الباری و کتاب های دیگری، اون کتاب تالیف کردن و در او تصریح کردن و از نقل علمای متعدد با حکایت از علمای متعدد بیان داشتن که هر آنچی در فضیلت اعمال خاص در ماه رجب و یا در فضیلت روزهای خاص در ماه رجب حکایت شده، خالی از دایره این است که یا روایات دروغین و خود ساخته هست و یا اینکه روایات ضعیف و بی اساس است، یعنی اساسی سندشان نداره، ضعیف هست و به ثبوت هیچ یکی از اونها به ثبوت نمیرسه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا زنان در دوران حیض می توانند قرآن شریف رو از حفظ بخونن؟ در این مسئله یعنی دیدگاه احتیاطی دارن تعداد از علما بر مبنای حدیثی که گفته می شود، در حدیث معروفی که هست لا یمس القرآن الا طاهر، قرآن کریم را دست نمی زند مگر شخصی پاک و طاهر. و این چنین حدیث دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم کان لا یمنعه من القرآن الا یکون جنبا، حدیث علی رضی الله تعالی عنه هست که جز در حالت جنابت در دیگر حالات رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ چیز مانع قرآن خواندن او نمیشد. و در اینجا قیاس میکنن که پس حالت جنابت حالتی هست که از او غسل لازمه، برای پاکی از او غسل لازم داره، و همچنان حالت حیض یکی از حالاتی هست که برای پاکی از او غسل لازم داره، لذا باید که خودداری بکنه. و حدیثی دیگری در کتب سنن هست که لا یقرأ القرآن حائض ولا جنوب ولا حائض، قرآن کریم جنوب یا حائض نخوانه، ولی اون حدیث سندش ضعیف هست
که اسماعیل ابن عیاش از حمصی روایت میکنه و روایتی او از حجازیین ضعیف است. لذا او یعنی به صحت نمیرسه و مورد استدلالی قوی که در اینجا هست همون دو موردی اولی هست. در مقابل تعداد دیگری از علما، شیخ ابن باز رحمه الله تعالی از معاصرین و شیخ البانی و دیگرها به این نظر هستند و بسیاری ها در را ترجیح میدن، میگن که در اینجا حدیثی که صریح آمده در منع زن حایضه از خواندن قرآن کریم، در او حدیث ضعیف است. اما در موضوع قیاسی او به جنوب اینجا تفاوتی هست، چون مدت جنوب مدت کوتاهی هست که برای ناپاک ماندن او زود فرصت داره که خدا پاک بکنه. اما زن حایض که هست، زن در حالت حیض و ماهواره تقریبا از تا به 7 روز و 8 روز و الی 10 روز در او حالت میمانه و این مدت طولانی است که نباید از ذکر هیچ کس در این مدت ذکر الله تعالی بر او منع قرار نداده و این باعثی میشه که مثلا محفوظاتی او از قرآن کریم فراموش شوه و چیزی منع صریح در خصوص او نیامده. منع صریحی که در حدیث صحیح آمده در خصوص جنابت هست. پس در اینجا حتی معوذاتی که هست، در معوذاتی که در قرآن کریم آمده یا در احادیث آمده اونها را میخوانه، در او هیچ نوع مشکلی برایش نیست. لذا یعنی بیشتر نظر این علما بیشتر در همین است که میتونن که از یاد قرآن کریم را بخوانند اما با دست نزنن، مصحف دست نزنن. یعنی مورد استدلال اول که بود، موضوع استدلال اول هم جوابش همین است که مصحف دست نزنن اما از یاد میتونه که بخونه. پس در اینجا انشالله رحمان در صورت های چیز و مخصوصا که برای وقایه خود بس اوقات ضرورت دارن که مثلا سوره های از قرآن کریم را به عنوان وقایه خود از شیطان، وقایه خود از چیزهای دیگره بخوانن و ورد داشته باشن. آیت الکرسی دیگه همیشه. بله، آیت الکرسی هست، سوره معوذتین هست، سوره اخلاص هست، احیانا سوره جن می باشه، سوره احقاف می باشه، سوره ملک می باشه، سوره دخان می باشه، به حساب که از تاثیر جن و چیزها محفوظ بوده باشه. خب پس در صورت ها یعنی منع صریح با سند صحیح در خصوص خواندن از یاد خواندن قرآن کریم برای زنان در حال ماهوار نیامده و همچنین صراحت در جواز او نیست. لذا در این مسئله یعنی بسیار جدی گرفته نمیتونه که حتما ممنوع است یا اینکه کسی که جواز نداد در اونجا به مشکلی گرفتار شده. به هر حال انشالله رحمان اگر از یاد تلاوت میکنن برایشان اشکال نخواهد بود. درست. جزاکم الله خیر. بیان بعدی باز پرسیدن که آیا تماس باد روده خود شخص به بدن خیس یا لباسش موجب نجاست بدن یا لباس می شود یا نه؟ نه خیر، هیچ اشکال در او ایجاد نمیکنه. درست. و سال بیننده بعدی گفتن که لطفاً درباره دست زدن و بوسیدن زن خود در حالت وضو توضیح دهید که آیا وضو رو باطل میکند یا نه؟ در مجموع نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وضو از اونها ثابت هست که دست میزدن، میبوسیدن. بعض همسران خود را و صحابه متعدد چون عمر ابن ابی سلمه و که یعنی پسر زنشان بود و دیگرای از رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیدن و اونها هم همین جواب را گفتن و کسی دیگری را از جوانها که پرسیده بود او را منع کردن. لذا گفته می شود که او منع و در ثبوت این مسائل منع کراهت و برمیگرده و به حالت خاصی اون جوانی که یعنی خود درست کنترل کرده نمیتوانست، یعنی کسی که خطر برایش
خطر احساس میکنه که خودک کنترل کردن نمیتوانه یا که باعث اقدام بیشتر میشوه، در اون صورت باید که خودداری کنه. در غیر از اون انشاءالله اشکالی نداره، مگر اینکه از زیر لباس جای مخصوصی همسر را اگر دست زد، در اون صورت وضوی هر دویشان میشکنه بدون استنجا. باید که از سر وضو بگیرن، اگر بالاتر رفت که باز غسل لازم میشه بالایشان. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن سن شرعی تکلیف دختر و پسر چه سنی است و آیا در این سن صاحب اختیار می باشند که با پدر و مادر زندگی بکنن یا نه؟ موضوع صاحب اختیار چگونه؟ این به نظرم یک کمی زیاده خواهی بچه‌های امروز باشه که حالا ما بزرگ شدیم جدا زندگی بکنیم از پدر و مادر. بله. در مجموع سن بلوغ دختران و پسران علائم متعددی می داشته باشه و سن متفاوت می باشه برای اشخاص مختلفی که هست. یکی علائمی که هست در اونجا بیرون شده، ظاهر شدن موی زیر ناف یا موی، این یکی از علائم هست که علائم بلوغ هست. علامه دیگری که در اینجا بالاتر از او می باشه موی زیر بغل هست و همچنان موضوعی که از اونها صریح‌تر هست، موضوع با بالغ شدن به رسیدن به سن احتلام. این حد نهایی به سن احتلام رسیدن گویا حد نهایی نشانه بلوغ شخص می بوده باشه و اشخاص در این متفاوت می بوده باشن. بعضی از اطفال در سن 11 12 13 14 15 الی 16 غالبا در همین وسط اینها بالغ میشن. در سالهای متفاوت و کمتری هست که از سن 11 و در پایانتر به سن به مرحله بلوغ برسند یا اینکه از سن 16 با بالاتر یا که از غالبا از 15 و 16 بالا نمی روند و این موضوعی است که خودشان میدانند. مسئله دیگری که هست در مسئله جدا شدن و جدا زیستن، این مسئله جداگانه است که اصلا شروع میشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که در خصوص تربیت اطفالتان مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7، فرزندان خود را به نماز فرمان بدهید در حالی که اونها 7 ساله بوده باشند. در 7 سالگی با اونها را به نماز فرمان بدهید و وضربوهم علیها و هم ابناء 10 و در 10 سالگی اونها را تأدیب کنید در ترک نماز. و فرقوا بینهم فی المضاجع، در 10 سالگی اونها را با هم نخوابانید، یعنی خوابگاه هایشان را از هم جدا کنید. یعنی سنی 10 سالگی سنی هست که در او خوابگاه های اطفال از هم جدا ساخته میشن، چی پسر با پسر چی پسر با دختر. از اون به پیش موضوع سالتر هست برایشان. این سن اولی هست. بعد از بلوغ مسئله باقی میمانه، مسئله هنوز ضرورت تداوم تحت تربیه والدین تا به وقتی که مثلا به ازدواج میرسند و با هم ازدواج میکنن. اصل در ازدواج همین هست که وقتی که ازدواج کردن باید که زندگی و خانه جداگانه داشته باشند. این اولا هست. اگرچه در یک محیطی که با هم هستند زیست داشته باشند هم، یعنی در یک حویلی که دارای خانه های متعددی هست میتونن که با هم زیست کنن تا در صورتی که نامحرم در اونجا نباشه. اما در صورتی که در اصل در این مسئله ای هست که هر زنی که به شوهر میروه باید که خانه و زیستی مستقل خود داشته باشه. لذا ما میبینیم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای همسران خود که همشان از همسران یک شخص بودن، اونها را در یک خانه جمع نکرده بود، بلکه برای هر یکی خانه جداگانه دارای یک خانه، یکی هم دهلیز و یک صحن
و همچنان جایی بیرون رفته. یعنی برای هر یکی جداگانه درست کرده بود و هر کس میدانست و تهیه غذای خود و تدارکی زندگی خود مطابق با مصارفی که به او داده میشد. همچنان مثلا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه و دیگر صحابه هر یک در جریان که هر یک از همسرانشان در خانه و با زندگی جداگانه میزیستند. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که ازدواج کرد جدا از پدر خود، خانه جدا از پدر خود داشت، در حالی که همسری او از نزدیکانشان هم از لحاظ قرابت بود. پس در اینجا موضوعی که بعد از که همسر بعد از ازدواج دختران که میروند به خانه مستقل خود، اما پسران نیز یعنی بهتر در عمومی زیستی سالم و مناسب می هست که هر کس خانه جداگانه داشته باشد، اما نه این که از اداره پدر و مادر کاملا و کاملا دور مستقل بوده باشند و هیچ نوع تصرف اونا بالایشان نداشته باشند. در همین جریانی که بود امیرالمومنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه پسرشان عبدالله در حالی که با همسر خود خیلی یعنی خیلی گرویده هم بود، ولی اونها چیزی ملاحظه کردن که یعنی مناسب ندیدن که زندگی اینها ادامه پیدا کنه. پیش رسول الله صلی الله علیه و رفته عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه پسرشان عرض کردن که ما ازدواج کردم و پدر من نمیپسنده و مطالبه داره که باید او را رها کنم و من با او هیچ مشکلی در او احساس نمیکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اطیع اباک، از پدر خود فرمان برداری کو. اگرچه در اینجا امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی در چنین مسئله از اونها استفسار شد، فرمودن که اگر پدر چون عمر دقت نگر، دقیق و باریک بین و صالح بود، اطاعت او در چنین امر لازمی هست. اما اگر اشخاصی که با تصرفات عصبانی و با چنین با باریک بینی و دقت نگری در صلاح فرزندان و صلاح خانواده نبوده باشه، باز اونجا حکمی مستقل خود میگیره. این امر اطاعت در چنین حالت در قضیه طلاق لازمی نیست، بلکه مقید به وضعی است که پدر چون امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بوده باشه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که ببخشید خود ارضایی یا همان استمناء حکمش چیست و بعد از خود ارضایی اگر کسی توبه و استغفار بکند آیا قبول می شود یا نه؟ حکمش قسمی که پرسنده خودشان گفتن گناه است، یعنی از نوعی از زنا به شمار میره. با قسمی که نبی اکرم صلی الله علیه و میفرماید که زنای چشم نظری حرام است و زنای گوش دادن به کاری حرام و زنای پای رفتن به موقعی کاری حرام. هر یکی از اینها سهم خدا داره، اون هم یکی از گناهان هست و توبه از بزرگترین گناه ها پذیرفته می شود، چی رسد به این که از گناهایی که در سطح یعنی پایان تر قرار داشته باشند، توبه مشرک و کافر و قاتل و بینماز و اونها پذیرفته می شود، حتی زناکار رسمی و خیره، چی رسد به این که شخصی که خود ارضایی میکرده باشد. پس در اینجا هر بار که به دربار الله تبارک و تعالی رجوع کرد، الله تبارک و تعالی توبه او را میپذیرد. از الله تبارک و تعالی توفیق و هدایت کامل برای خود و شما خواهیم. آمین. جزاکم الله خیر. سوال بعدی در مورد سود بانکی از بیننده پرسیدن که اگر کسی پولش را در بانک بگذارد و سود پولش را برداشت کند حکمش چیست؟ یعنی اگر تجارت در قرارداد تجارت با بانک
همون قرارداد ربوی هست، یعنی با سود هست، سودی که ربا گفته می شود، در اون صورت حرام است. مثلا از به طور مثال برای او پول میسپاره، چی بانک هست چی غیر بانک هست، یا تاجر هست یا هر کسی، یا که شخص عادی هست، برای او پول میسپاره، میگه که ماهانه در بدل پول اینقدر فایده برای ما باید بده، یا با فیصدی تعیین میکنه یا با مبلغ معین. در صورت ای ربا و سود حرام هست که نادرست هست. اما اگر تعامل او با صاحب، با کسی که پول را نزد او گذاشته یا قرض نزد او گذاشته، با او چنین می باشد که ایرا در تجارت معین یا غیر معین ایرا به کار بانداز، از آنچه که فایده ای از او، سودی از او به بار می آید، فیصدی معین مثلا 25% یا 30% یا 40 یا 50% از من و 50% دیگر از درست. در این صورت اشکالی وجود ندارد. و چیزی که به این عنوان بود، به این صورت بود، گرفتن او برایش حلال هست. و بس اوقات اگر جهت مقابل شخصی امین و با دیانت بود، یعنی نسبت به حالات سودی بیشتر مستفید بشه. درست. اما مشکل بیشتری ما و شما این هست که خودمان امانت داری نداریم، پس بار را بالای حکم شریعت یا اینکه مشکل تطبیق او می اندازیم، حالا که تنها یک ماده، یک صفت امانت داری و صدق، این دو صفت راستی و امانت داری را با خود لازم بگردانیم. هیچ یکی از این مشاکلی که مرتبط به سود و سودخوری و اینها می شود در جامعه به بار نمی آید و هیچ ضرورت احساس نمی کنیم، هیچ ضرورت پیدا نمی شود که ما به تعامل ربوی و سودهای حرام رخ بکنیم یا جامعه ما با او رخ بکنه. درست. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمانم خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنند و بینندگانی که قصد دارند تماس بگیرند لطفاً سوالای شرعیتون را به صورت مختصر داشته باشین، کوتاه، و همچنین وقتی که تماستون وصل شد منتظر نباشین صداتون از تلویزیون پخش بشه، بلکه به صحبتتون ادامه بدین، چون صدا در تلویزیون دیرتر میرسه به شما. بیننده بعدی پرسیدن آیا رنگ کردن موی سر و سبیل جایز است یا گناه داره؟ تنها رنگ سیاه مثلا رنگی است که در احادیث صحیح در صحیح مسلم و غیره آمده. ممنوعیت او دیگر رنگ ها، حتی رنگی که سیاهی آمیخته بوده باشه با رنگ های دیگر، اشکالی در او نیست. تنها از رنگ سیاهی خالص اجتناب بکنه. در غیر او حتی در حالات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حکم فرمودن که غیر الشیب ولا تشبهوا بالیهود، شما موی سفید خود را تغییر بدهید با رنگ کردن و مشابهت یهود را نکنید. یعنی در صورت اگرچه یعنی حکم یعنی قطعی نیست که کسی که رنگ نکرد گناهکار به شمار بره، و اما یعنی مستحب هست در عمومی حالات و مخصوصا در کسانی که در سنگر مبارزه بوده باشند، برای از اونها اولویت دارد، چون رنگ اون شهرمردان را به شکل قوتمندتر و تواناتر تبارز میده. جزاکم الله خیر. اگر یک زن شوهردار با یک جوان غریبه پنهانی هم دیگر را خیلی دوست داشته باشن و با هم رابطه جنسی داشته باشن، آیا گناهکار میشن یا نه؟ این مسئله قابل پرسش نیست و نمیدانم که پرسنده عزیز ما چگونه به این روی کردند و از این را سوال ساختند. در مجموع خودشان میدانند و دیگرها هم میدانند که این از جرم بزرگ هست و زنا و مقدمات زنا تمام او کارهای حرام هستند و از این کار باید که توبه کنند و توبه خود را به دربار الله تبارک و تعالی
تقدیم بکنن، اما لازم نیست که از خود پرده دوری کنند و به کسی دیگری یاد آور شوند، باید که بر خود پرده نهاده به دربار الله تبارک و تعالی توبه کنند. ورنه این همون گناه بزرگ زنا که در قرآن کریم آمده و عذاب شدید در احادیث متعدد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اثبات رسیده. و یک طبقه خاصی در دوزخ هم برای مردان و زنان زیناکار تخصیص داده شده که رسول الله در حدیث معراج هم رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد از آنها کردند و یعنی در جریان سفر به اونها به نمایش گذاشته شد. پس در اینجا باید که طور جدی از این خودداری کنند و به مسیر درست و راه حق برگردند. جزاکم الله خیر. آیا از طریق تلفن اگر شوهر زن خود را در همان زمان از طریق تلفن 3 بار لفظ طلاق را به زبان بیاورد، آیا طلاق ثلاثه واقع می شود و یا اینکه در 3 ماه 3 بار طلاق گفته شود که طلاق ثلاثه واقع شود؟ اصل در اینجا حکم شرعی در خصوص طلاقی است که باید هر طلاق با عده کامل خود داده شود. یعنی وقتی که یک بار طلاق میدهد والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، طلاق برای که لفظ طلاق صادر کرد یک طلاق اکتفا بکنه و 3 قرء یعنی 3 حیض 3 ماهواره مدتی است که انتظار با هم بکنن و با هم باندیشن. این همو جهت دیگری که آیا با بار دیگر با هم رجوع میکنند یا نه. این یک مسئله است. باز هم در صورتی که این موضوع بعد از 3 ماه هم بعد از 3 ماه یا اینکه 3 ماه بیماری ماهوار همینها رجوع نکردن، همون یک طلاق اینها را از هم جدا می سازه که گفته میشه در فقه اسلامی به نام بینونه صغرا. یعنی جدا می شوند از هم، نکاحشان ختم می شود که ضرورت به اصدار طلاق جدید در ماه جدید نیست. این اصل هست در قضیه طلاق. همین است که در آیه دیگر الله تبارک و تعالی می فرماید که وقتی که بعد از این مدت اگر باز هم همسر ای شخص ضمن خطبا و کسانی که برای نامزادی دوباره یا که عروسی دوباره به این مطلقه پیش می شود همسر به او راضی هست شما منع نکنید، شما زنهایی که تحت کفالت و تحت سرپرستی شما هستند، شما اونها را از ازدواج دوباره با شوهران قبلی خود شان باز نداره. پس در اینجا این آیت هم در خصوص ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نازل شده که هم داماد اونها خواهرشانه طلاق داد و گذاشت تا اینکه مدت 3 ماه یا 3 حیض سپری شد. سپس یکی از خطیبان یا که کسانی که طلبگار بودن، خواستگارها بودن، به صفت یکی از خواستگارها دوباره پیش شد. اینجا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه اینجا رد کرد و گفت من شما را بر همگی اولویت دادم، بر همه کسانی که
پیش شده بودن اولویت دادیم و خواهر خود در اختیار شما قرار دادیم، سپس او را طلاق داده و بعد از طلاق گذاشته تا به اینکه مدت سپری شد. بعد از اینکه مدت سپری شد باز حالا آمده در جمع مردم، چون مردم عادی شما از او طلبگار هستید. اینجا الله تبارک و تعالی این آیت را نازل کرد و اونها را از این امر منع فرمود. یعنی اصل در طلاق همین است که نباید در این مدت این مدت یعنی از اونها طلب شود، بلکه باید که او را بگذارد تا به اینکه مدت سپری شود و سپس برای حتی در بعد هم دوباره فرصت برای ازدواج مجددشان بوده باشد. اما عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه در اینجا نظرشان این هست که از بین صحابه کرام که طلاق سنت می هست که در هر ماه یک طلاق صادر بکنه. این مسئله است که فتوای عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه است، اما این خلاف اصل در طلاق شرعی هست. مسئله که عزیزی ما پرسیدند، اگر از طریق تلفن در یک مجلس 3 بار طلاق صادر میکنه، در 3 بار لفظ طلاق صادر میکنه برای همسر خود، در صورتی که یعنی از الفاظی نبوده باشه که در اونها در حکم یک طلاق به شمار می رفته باشد، در مجموع 3 طلاق 3 تا به شمار می رود و اونها از هم جدا می شوند. یعنی با بنابر راجحی که رأی جمهور علما و ائمه اربعه، امام بخاری رحمه الله و دیگرها هستند، همین است که اونها از هم جدا می شوند. اگرچه امام مسلم رحمه الله تعالی، امام ابو اسفراینی، ابو حامد اسفراینی، ابن تیمیه رحمه الله تعالی از تابعین طاووس و پسرش عبدالله ابن طاووس و تبع تابعین محمد ابن اسحاق ابن یسار صاحب مغازی و اونها نظرشان این هست که 3 طلاق در یک مجلس یک طلاق به شمار می رود. تعدادی از علمای دیگر همچون ابن کثیر و ابن قیم و اینها و از معاصرین علمایی که قریب بودن شیخ ابن باز رحمه الله تعالی و اکثریت علمای اهل حدیث هند هم نظرشان همین است که 3 طلاق در یک مجلس یک طلاق به شمار می رود. اما بنابر قناعت هایی که از بررسی ادله یعنی برای ما حاصل شده، همین نظر مراجح تر است که 3 طلاق در یک مجلس 3 طلاق به شمار می روند، مگر در حالات محددی که استثنای از اونها در دلایل شرعی آمده باشد. درست. جزاکم الله خیر. اتاق فرمان اگر تماس بینندگان عزیز وصله، لطفاً اولین بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. الان من دارم با مجری برنامه صحبت میکنم. بله بفرمایید، سوال شرعیتون؟ من سوالم اینه، الان شما اگر تفسیر قرطبی پیشتون بوده باشه، سوال شرعی داریم برای گرامی؟ قرطبی در بله امام قرطبی در تفسیر خودش میگه انما حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. این آیه رو میتونید بر من بیارید؟ دلیلش آورده که قال الشافعی یأکل لحم ابن آدم، خوردن گوشت انسان جایز است مطلقا. خوردن گوشت دین وحشیه که انسان رو جایز میدونه مطلقا. یه نوع توحش وحشیگری نیستش که شافعی داره همین حرف میزنه؟ الان این اول حرفتون ثابت بشه بعد بیاین توهین بکنید برادر گرامی. تشکر از شما ظاهرا مشکل دارین. تماس دیگر اگر هست بینندگان بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی شما وصل هستین، سوال شرعیتون لطفا. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. سلام خیر خدمت شما، خدمت استاد محترم تقدیم میکنم. من 2 سوال داشتم محترم. سوال اولتون؟
سوال اول است که بعضی از کسان افغانستان رواج است که نماز میخوانند و بر رضای خداوند نماز ثوابش ختم میکنند برای پیامبران. مثلا یکی از دوستای ما هست میگه من 2 رکعت نماز میخوانم بعد رضای خداوند نماز ثوابش به ارواح بیبی آدم و بیبی حوا ختم میکنم و یا به ارواح حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وقت آخر این ختم میکنم. آیا جایز است نیستی در اسلام جای داره یا نداره؟ می یک سوال ما بود. و سوال دوم محترم که می خانما در عین نماز پایشان اگر برهنه باشد در کدام حالت در کدام حالت استثنایی میتونه که برهنه باشد در خانه و یا اگر در خانه نباشد جواز می پایلش چقدر است اگر میره بر ما توضیحات بده استاد محترم. و یا و یک سوال دیگه استاد محترم سرلوش تلاوت میشه که قرآن کریم تلاوت قرآن کریم کرد از طبقه اوناست؟ به چه صورت؟ سر برهنه سرلوش یعنی که با سر کدام چادر یا روی کشی نباشه خانم در خانه تلاوت قرآن کریم کنه حالی جایز است یا نیست؟ سوال دیگه هم دارین؟ تشکر بسیار. سلام باشین. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم بفرمایین. الو. سلام علیکم بفرمایین. بنده گرامی شما رو خط هستین بفرمایید سوال شهریتون. سلام علیکم برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. سوال شرعی ما این است که ما تو شرکت غذای فروشی کار میکنم. در شرکت غذای فروشی اینجا کار میکنیم. بله. اینا مثلا کارش سنت میکنه ما کارگری میکنیم کاری ما که یعنی وسایل حرام میفروشن؟ یعنی مثلا امین مثلا 4-5 مثلا میفروشه مثلا کار نفهمیدم صداتون این قطع شد. یعنی چیزای حرام میفروشن درسته؟ مواد ممنوعه. بله دیگه بله نام بله. درست. سوال دیگه هم دارین؟ والا صداتون یکم قطع شد. من اینجوری نوشتم که در مغازه غذا فروشی کار میکنید و در اونجا خب موادایی که از نظر اسلامی ممنوع فروش میشه. این کار کردن در اینجا درسته یا نه؟ مثل شراب و این چیزا. بله درست. یعنی شما در شراب نیست، مواد سوختی؟ بله مثلا گازایل و بنزین و مثلا یا نمونه دیگه مثلا متوجه شده؟ یعنی به صورت قاچاق خرید فروش میشه درسته؟ نه عذاب مثلا اینا از ایران عذاب میاد تو افغانستان اینا میفروشن مثلا پیش خیانت میکنه مثلا غصب میکنن کار ما با اینا چطوره کارگری. درست. اشاره پاسخ دریافت میکنن. تشکر از شما. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. ببخشید میخواستم بپرسم طواف کعبه الله بس طواف اگر نفلش قبل است که طواف بخونه جایزه یا ناجایز؟ قبل از طواف نفل بخونه. نفل چی؟ دو رکعت سنت دیگه. یعنی اولویت اینه که طواف نه. دو رکعت طواف وجود داره؟ بعد طواف ها؟ نماز قبل از طواف نه. یا اول طواف بکنیم از اون. چیز میگه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه فقط میخواستم بدونم یعنی ما طواف کردیم قبلش خوندیم ندونستم. درست. تشکر از شما.
سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سال حق. بسیار حق و سوال شریعتون لطفا. یک سوال داشتیم بابت زنگ گرفتن بود برادر عزیز که مثلا ما یک رسم داریم پیشکش مثلا میگیم پیشکش حال مثلا خیلی گذاشته مثلا اینجا خاص بنشاد در مثلا میگه ما مثلا مطمئن به کارگری هم مثلا کار کنیم. یعنی پیشکش میگیرن؟ بله پول مثلا میگم مثلا یک مبلغ خیلی زیاد میگه مثلا هم کارگری حالا آمده مثلا کارگری کار میکنه تکلیف چیه مثلا چه رقم میشه به کارگر هم داده نمیشه دیگه مجبوره که کار قاچاق بکنه یا مثلا دیگه کار بکنه. درست. سوال دیگه دارین؟ دست مادر نکنه ممنون. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. ما صادق هستم از شهر آلمان شما را زحمت میتم. ما دو سوال داشتم استاد محترم شما. بفرمایید. سوال اولتون؟ یکی باز کسا میگن که سیاست باید از اسلام جدا باشه، حکومت با اسلام ارتباط نداشته باشه. یک سوال. دوم سوالی است که یک مسلمان در مقابل یک رافضی وظیفهش چی است؟ مثال در افغانستان کمیته های خمینی واز میشه، وظیفه اهل سنت یا وظیفه مسلمانان در مقابل این گروه چی است از نگاه شریعت؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، شبکه وصال حق. علیکم السلام و رحمت الله، شبکه وصال حق و سوال شریعتون لطفا. ما راجع به اجازه گرفتن از تنظیم دیش ها حلال است یا حرام؟ چه کار کنید؟ اجازه گرفتن از تنظیم دیش ها. درست. دیش باوری. یعنی بودجه گرفتن از تنظیم دش. خب اگه تنظیم نکنید که چطور بینندگان از داخل ایران وصال حق رو ببینن مثلا؟ تشکر از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. الو بفرمایید. دو تا سوال داشتم استاد خدمت. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اولی جوانی دماغش یا چهره اون خدادادیش عمل کنه، مثلا یه جوانی هست دینش بزرگی میخواد عمل کنه کوچیک کنه، آیا در دید اسلام این قانون درسته یا نه؟ یعنی بخاطر مشکلی که در بینیش وجود داره دیگه. بله هیچ مشکلی نداره، فقط مثلا میخواد تغییر بده بینیش عمل کنه، مثلا بزرگ میخواد کوچیک کنه به دنیا، آیا از دیدگاه اسلام درست؟ درست. سوال بعدیتون؟ سوال آخری من میگه مهمترین سوالی که در روز قیامت از طرف الله در اسلام پرسیده میشه آن سوال چیه؟ از دیدگاه اهل سنت آن سوال در روز قیامت از انسان چه سوالی پرسیده میشه؟ درست. تشکر از شما. خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلامت باشین. محمد الله هستم از بفرمایید. سوال شریعتون آقا محمد الله. سلامت باشین استاد محترم. مثلا سوال داریم کسی که جاهای خرافاتی و برانتی را مثلا اونجا میشه یک کمی صداتون داره قطع و وصل میشه، یکی بلندتر صحبت کنید. کسی که جاهایی است که اوجا خرافاتی بدعات همه چیزها را ما میریم او را جلوش میگیریم، اونها با ما سخنهای زیستی ما که قسمه کنیم با اونها رفتار یعنی منظورتون اماکنی که درش خرافات وجود میاد، مثلا قبرستان یا آرامگاه یا چیزیه؟
رفتن به اونجا؟ بله اونها من اینجوری فهمم جایی که خرافات رفتن به اونجا اینه چه حکمی داره؟ دوباره درست. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو، بفرمایید بیننده گرامی. عبدالله هستم از افغانستان. در خدمت شما هستیم. من سوال شعری داشتم. بفرمایید، صدای شما وصله و سوال شعرتون لطفاً. مثلا یه کسی در جایی فوت میشه، این لازمه که اینجا بگه مثلا شهر خودتون، یا مثلا یه کسی دیگه که مثلا بیننده قبلی هم پرسن که مثلا زن میگیرن پیشکش ها خیلی بالا، میشه از پول تجار پیشکش بدی، که دیگه مثلا طلاق به زور مثلا چیز واقع میشه یا نمیشه؟ طلاق به زور. بله. سوال دیگه هم دارین؟ ممنون، خدا خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. یه دوسته سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اولم همین ماهی رجب روزه میگیریم، بعد نمازی رغایب هست، همین رو مفصل‌تر رو میفهموندین. نماز رغایب. بعد ماهی رجب روزه میگیریم، همینا ممکن هست یا نیست میفهموندین. دویم سوالم این که همین قرآن به نام میت خواندن درست است؟ سوال دیگه هم دارین؟ بعد نماز قضایی که ما از وقتی دوره یاشی نمیخوندیم قضا میکردیم، همه قضا خواندن در کار است یا که خداوند میبخشد؟ درست. تشکر از شما. هزار رحمت در حق ما نیز دعا کنید. سلامت باشید. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. برنامه وصال حق. وصال حق و سوال شرعیتون لطفاً. یه سوال داشتم خدمت استاد. بفرمایید سوالتون. برای نماز خواندن گفتم که نیت دل شرط برای نیت نماز، گفتم نیت ربطی برای باید نیت رو در دل بخونی یا همین که نیت میکنی نماز رو بخونی این نیت قبوله، یا باید نیت رو باید بخونی در دل خودت رو؟ یعنی بر زبان آوردن نیت منظورتونه؟ نیت نماز خوندن. درست. الان من نیت میکنم که نماز بخونم، همین نیتم مثلا نماز عشا، بله، همین که نیت میکنم نماز بخونم این تمومه یا باید جانماز نماز بخونم؟ نیت درست. سوال واضح، انشالله پاسخ دریافت میکنیم. یه سوال دیگه داشتم خدمت، ببخشید. بفرمایید. کسی که تو بانک کار میکنه و کارمند تو بانک سندهایی مثل بهره بانکی اینا رو تنظیم کنه برای بانک، آیا جایزه؟ حرام برای اون شخص کارمند بانک یا حرام نیست؟ دست در نکنه، هم خسته نباشید. سلامت باشین. تشکر از شما. بیننده عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشین. سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال
أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزداد سنين. لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لا 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 قرآني فيشرق صبح برحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني، أسير بدرب قرآني. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت. أسير بدرب قرآني فيشرق صبح برحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني، أسير بدرب قرآني.
أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب دکتر، بیننده اول یک شبهه انداختن در مورد تفسیر قرطبی که در تفسیر آیه حرمت علیکم المیته گفتن که امام شافعی نظری دادن در مورد این شبهه توی. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین و بعد. در مجموع با باطل پرستان یا که عجله کاران به چنین مشکل دچار می شوند. در اینجا بیننده ما یا یعنی هدف شومی خود داشتن و از جمله همان مربوطین مجوسیان 12 امامی هستند که در قالب انتساب به محبت اهل بیت آیین زردشتی را نگه داشتند و آیین زردشتی را جابجای اسلام ساختند. لذا هر آنچه که اسلامی هست و مسلمان هست با او عقده دارند و با او نفرت دارند. یا اینکه انسان ناآگاه یا که کم معلومات بودن راجع به مسئله اونجا اشتباه فهمیده باشند. احتمال هر دو می رود که می شود که شبهه انداخته باشند یا خودشان اشتباه فهمیده باشند. به هر حال از گروه اول باشند از اونها از الله تبارک و تعالی برایشان توفیق هدایت به دین مبین اسلام را می خواهیم و از گروه دوم بوده باشند برایشان توفیق صبر و شکیبایی و تثبت و تحقیق در مسائل را از الله تبارک و تعالی می خواهیم و اینکه این خاصیت عجله کاری را الله تبارک و تعالی از اونها بردارد تا اینکه در چنین مشکل بارهای دیگر گرفتار نشوند. در اینجا امام قرطبی رحمه الله تعالی زیر این آیت 24 مسئله ذکر میکنند. در مسئله 15 الخامسة عشر میگه که و ما استوحش من الانسی لم یجوز فی ذکاته الا ما یجوز فی ذکات الانسی. میگه که اون حیواناتی که از انسان وحشت زده میشن، حیواناتی که وحشی میشن، حیوانات خانگی و رامی که وحشی میشوند از انسان ها در ذبح او جایز نیست مگر همون چیزی که در ذبح حیوانات این آرام و خانگی و با انس، حیوانات با انس با انسان لازم هست،
یعنی انسی ذکر کرده به معنی حیواناتی که وحشی نیستن از انسان، بلکه با انس هستن با انسان. چیزی که در اونها لازم هست فی قول مالک و اصحابه، در قول امام مالک و یاران او ربیعه و لیث بن سعد، که در نزد اونها میگه که باید که ذبح قانونی و رسمی شود. اما در قول دیگر ائمه، بعضی از اهل مدینه، امام شافعی، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام احمد بن حنبل و اینها نظرشانی هست که در حیوانات، اینجا حدیثی رو در پایان ذکر میکنه، حدیثی که از رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه که میگه که فمد الحبشه، حدیث بعد از او ذکر میگه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شتری از میان شتران که بود اون وحشی شد و فرار کرد. اینجا یکی از یاران او را با تیر زد و همونجا توقف کرد و در اثر او وفات کرد، یعنی با تیر انداخت، با تیر و خون او ریخت. فند من همه بعد از او را نبی اکرم فرمان داد که فکلوه، بار دیگه گفت فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا، یعنی ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش، این شتران یک تور و وحشت زدگی می داشته برایشان پیش میاد، قسمی که حیوانات وحشی وحشت زده می باشند. پس زمانی که چنین حالتی به اونها پیش آمد ففعلوا به هكذا فكلوه، چنین با تیر او را زده او را بخورید. از این بنابر استدلال به این امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، ابو داود و غیره حدیث دیگری هم در اینجا ذکر میکنه. در اینجا میگویند که حیواناتی که یکی میافته به زمین و همچنان حیواناتی که از جای بلند میافته، پیش از اینکه او بمره با تیر با هر چیز خونی او را بریزانه قبل از مردنش و لازم نیست که شهرگی او باید زده شود. یعنی اینها میگویند که این نظرشانی است که یعنی اون با تیر زده شد، در هر جای جسم او وقت تیر قرار گرفت یا که چاقو و کارد و غیره بود، خون او ریخت، حلال می باشه دیگه. ذبح رسمی او قسمی که در گلو و ذبحگاه هست لازم نیست، یا نحر او قسمی که در شتر هست. اما امام مالک رحمه الله دسته اولی که در اونجا ذکر شد، امام مالک، امام استادشان ربیعه الرأی که بود دیگر لیث بن سعد و بعضی از یاران امام مالک رحمه الله نظرشانی هست که با این حلال نمیشه، بلکه لازم است که باید او را دریابد و ذبح رسمی شود. با این حلال نمیشه که تنها خونی او از هر قسمتی بدن او تیر زده شد یا کارد زده شد و خونی او ریخت، با این حلال نمیشه. خب پس مسئله امام مالک رحمه الله و اونها ای هست و پرسنده عزیز یا پرسنده در اینجا دوچار غلط فهمی شدن یا که خود به غلط فهمی انداختن، الله تبارک و تعالی در هر دو حالت با او توفیق و هدایت کامل نصیب. انسی رو به انسان نسبت داره. بله انسی را انسان برداشت کردن در حالی که اون حیوان خانگی است. انس گرفته است. تشکر میکنم از شما. سال بعدی برنده گفتن که بعضی‌ها نماز میخوانند و ثواب نمازشان را به پیامبران و انبیا میبخشند، مثل حضرت آدم، حوا و نوح و بقیه. این در نصوص قرآن و سنت هیچ اصل ندارد و در مجموع آنچه که در موضوع آمده مسئله قربانی هست که علی رضی الله تعالی عنه قربانی میکرد و برای خود و برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و همچنان سوال دیگری هم که شاید در بعد بیاد همینجا جواب او را عرض میکنیم. مسئله صدقه هست که در نصوص آمده، مسئله مثلا نماز، روزه‌ای که قرض بود بالای شخص میت برای او خوانده شود و همچنان قرض او ادا شود، این چیزها به او به میت میرسد.
در غیر او مسئله قرآن خواندن و بخشیدن او به میت، ثواب قرآن میت بخشید. این عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی که شاگرد امام مالک رحمه الله و بزرگتر از امام شافعی و اینها هستند و بزرگتر از امام محمد و اونها میگویند که چیزی در نصوص قرآن و سنت نیامده. وفاتشان هم 181 هجری است. و همچنین مسئله نماز خواندن و بخشیدن به کسی در هیچ یکی از نصوص شریعت نیامده. حتی کسی که نمازهای او فوت شده باشه، برای او در هیچ یکی از نصوص توصیه نیامده که نماز قرض او ادا شود، چون اصلا در قرض ماندن نماز شرعاً مجال نداره. باید که اگر توان داره و با پای ایستاد شده میخوانه، اگر توان ایستاد شدن نداشت نشسته میخوانه، اگر نشسته نخوان در جای خود افتیده میخوانه، اگر اون هم توان نداشت با اشاره سر خود یا با اشاره چشمان خود نوع همون انجام میده، حرکات انجام میده، حرکات شبیه به نماز، یعنی گویا ذهنی میخواند و نماز او نزد الله تبارک و تعالی ادا میشود. لذا مجال شرعاً برای اینکه نماز قضای کلی گذاشته نشده و همین که نماز از انسان مان متصل از او زمانی که به یادش آمد یا بیدار شد، حتما باید همون زمان او نماز خدا قضا بیاره، او را به نماز بعدی تأخیر نگذاره. برای این رسول الله صلی الله علیه وسلم از آیه و اقیم الصلاة للذکری استدلال کردن که در قرائت دیگری هم هست که للذکر، هنگامی به یاد آمدن نماز برپا بداره. نماز فراموش شده بود یا که خواب رفته بود یا به علت مشغولیت شدید نتوانست که متصل وقتی که برایش فرصت رسید در زمان میخوانه. یعنی حتی نماز قرضی که بالای او هست نیامده که در نصوص امر شده باشه به یک قسمی که روزه هست و قرض هست و این چیزها برای از جانب میت ادا شود. و رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، ائمه دین از هیچ یکی از اونها ثبوت ندارد که آنها نماز خوانده باشند و نماز خود برای انبیای قبلی یا صالحین قبل از خود بخشیده باشند. پس هر آنچه که در زمان اونها خیر نبود در بعدها خیر بوده نمیتواند. و بعض اونها کرده بیشتر ما و شما همگی نیاز داریم که برای خودمان بخوانیم و برای خودمان نیاز داریم که کمی اعمال نیک داشته باشیم، به جای این ریایی که برای بخشیدن به نام فلان هست، به این معنا که حالا ما یعنی امتنان میگذاره برای الله تعالی، یعنی ما عبادت آنقدر انجام دادیم که دیگر از خود کفا شدیم و نیاز است که با دیگرها باید که خیر ما با دیگرها عبادت ما با دیگرها توزیع شود. مخصوصا انبیا علیهم السلام، مخصوصا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، به ویژه ابوبکر صدیق و عمر فاروق و اینها رضی الله تعالی عنهم، هر آن عملی که ما و شما و هر انسان مسلمان در هر گوشه زمین از اون زمان تا به قیامت انجام میدن، ثوابی برابری او به اونها میرسه. یعنی لازم نیست که ما دیگر ببخشیم تا به اونها برسه، بلکه اونها که دین به ما رساندن، ما مثلا امام بخاری رحمه الله تعالی در صحیح بخاری خود 2400 حدیثی را جمع آوری کرده. ما یا شما یا هر مسلمان به عنوان یک مسلمان با مراجعه صحیح بخاری از صحت حدیث مطمئن شده با او عمل میکنه تا به قیامت معادل ما امام بخاری رحمه الله تعالی معادل هر کس که عمل میکنه امام بخاری رحمه الله ثواب میگیره. بس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که سر جای خود، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که همه فتنه ارتداد و همه چیزها را سرکوب نمود و اسلام را دوباره بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده ساخت و امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه که اون کاخ خسرو و
قیصر روم را سرنگون ساخت و اسلام را در این سرزمین ها پیاده نمود و آخوندان یعنی خسرو پرست یا که وارثان خسرو همیش دردی او را دارند و مینالند، ثوابی هر حرکت ما و شما، هر عمل ما و شما که اونها باعث اسلام ما شدن، بالکل طور کامل به اونها میرسه با اخلاص خودشان، نه با خللی که ما داریم، یعنی با نیت خالصی که اونها داشتن با همون نیت به اونها میرسه. پس در اینجا ضرورت به این اضافه کاری نیست، ما به اندازه انجام بدیم که هر قدر انجام بدیم ما نمیتونیم که ضرورتی که برای نفس خود داریم او را تکمیل کنیم چی رسد به دیگرش. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که در حالت نماز آیا زن باید پاهای خود را بپوشاند و تا چه اندازه زن باید پاهای خود را بپوشاند در حالت نماز؟ در حالت نماز روی زن، کفی دست و پشتی دست، کفی پای و پشتی پای از شتالنگ ها، یعنی کاملا پشتی پای اگر برهنه بود و در محیطی که مردها نیستند، البته با این شرط نماز او درست هست و اشکالی از برهنه بودن اینها نیست که از یعنی کعبین شتالنگ های پایان تر بوده باشه، ژیلک ها، پشتی پایش زیر پای کفی دستو پشتی دست از بنده ها به پایان. اگر پوت نبود در نماز اشکالی ندارد، اما به شرطی که در محیط موجود با زنها با مردهای نامحرم نبوده باشه، آمیخته با مردهای نامحرم. اگر مردهای نامحرم بودن باید که یعنی روی پوت بوده باشه، قسمی که در حکم عامی شریعت هست. میمانه موضوع در کفی دست و پشتی دست و کف پای و پشتی پای قسمت اندکه در اون مسئله است که یعنی مجال گذاشته شده و اختلاف وجود داره. به هر حال در او سهولت هست، اما در غیر او باید که پود بوده باشد و چیزی که لازمی هست باید پود بودن تا با اونجا هست و با پود بودنی سر که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که نماز لا یقبل الله صلاته حیض الا بخمار، الله تبارک تعالی نماز حیض میدیدگی یعنی زنی را قبول نمی کند مگر اینکه در نماز خود روی سری داشته باشه. جزاکم الله خیر. پوشیدن روی سر در حالت خواندن قرآن که آیا اذن اجازه داره با سر برهنه قرآن بخونن؟ در این چیزی نیامده، در خصوص نماز آمده، قسمی که وضو برای نماز شرط اساسی هست و این هم برای زن یعنی واجب قرار داده شده در نماز. در خواندن قرآن کریم اگرچه ادب هست، از آداب عامه هست، اما لازمی نیست که سر باید بوده باشه. درست. بیننده بعدی گفتن که کار کردن در شرکت هایی که گازوئیل و بنزین میفروشند و به صورت قاچاقی دیگه از کشور دیگه میاد، کار کردن در اینجاها چه حکمی داره؟ در مجموع موضوعی که اگر جنسی که تجارت میشود یا جنسی که تعامل میشود جنسی حرام نبوده باشه، انشالله در اصل مسئله اشکال شدیده نیست. اگرچه این مسئله موضوع دیگری که فعلا رایج هست موضوع گمرک های مالی و غیره هست، این مسئله است که جای بحثی جداگانه خود داره که آیا با وضعی فعلی که جریان داره آیا این مجال شرعی داره یا این که لازم هست که در شریعت اسلامی یک بار سالانه یک بار مالیه گرفته میشه و از مجموع جنسی که یا سرمایه که شخص سرمایه داره و او سرمایه بالایش اصل سرمایه بالایش یک سال سپری شده باشه. خب این مسئله با مسئله گمرک های فعلی نیاز داره و اینکه به بحث شرعی گرفته شود و در اونجا حکم شرعی و روشن تر بوده باشه. درست. جزاکم الله خیر.
بیانه پرسیدن که قبل از اینکه طواف انجام بدهند 2 رکعت نفل خواندن، آیا این جایزه؟ این اشتباه بوده. در اصل پیش از اینکه با طواف شروع میکنن نفل خاصی نیست. اگر کسی نفل عام میخوانه اشکال در وجود نداره، یا اینکه میره و میخواد که کمی استراحت کنه 2 رکعت تحیه مسجد میخوانه، لازمی میخوانه و بعد از او چیز راحت کرده باز وارد طواف میشه. اما اینکه 2 رکعت مخصوص قبل طواف تصور کرده باشه این اشتباه است و همچنان 2 رکعت طواف اگر قبل از طواف خوانده باشه این هم اشتباه است، بلکه 2 رکعتی که چیز است نبی اکرم صلی الله علیه و سلم او را در و تخذوا من مقام ابراهیم مصلی که یعنی منطوق این حکم هست، این فرمان الهی هست، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم او را بعد از طواف تعیین کردن و راجح هم در این هست که این 2 رکعت واجب هست، چون در این آیه صریح قرآن کریم با او فرمان داده شده و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم همون فرمان را تطبیق عملیش 2 رکعتی بعد از طواف تعیین کردن، نه قبل او و نه بعد سعی صفا و مروه و غیره. درست. جزاکم الله خیر. 2 نفر از بیننده ها سوالشون در مورد پیشکش که برای ازدواج گرفته می شود گفتن که خیلی مبلغ زیاد می گیرند و گفتن که مثلا کارگر هم هستن، حقوقشون کم است و باید کارهای غیر قانونی بکنن برای اینکه بتونن این پول ها را در بیارن. الله تبارک و تعالی مجتمعات جامعه های ما و شما را توفیق نصیب کند که از این رواج های بد و خلاف شرع دوری اختیار کنند و عادات خود اصلاح بکنند. در حقیقت این از عادات خلاف شرعی است که در جامعه های ما و شما در مجموع جامعه های اسلامی یا در اکثرشان رواج داره. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از یعنی غلو در مهرها و اضافه روی در مهرها منع کردن. حتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شخصی از انصار نزد او آمد گفت که ما ازدواج کردم و برای ما اندازه 1 دانه خرما، وزن 1 دانه خرما طلا برای من مهر گذاشتن و من ندارم، برای من کمک کن. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بالایشان غضب شدند و گفتند که گویا شما مهرها را به این انداز بلند تعیین میکنید، حالا که زیادی نیست درست، ولی از توان او شخص بالا بود. چون همین مهر را عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه که توانمند بود ادا کرد، نبی اکرم صلی الله علیه و آله اعتراض بالای او نداشت. یعنی باید که توانمندی جهت مقابل باید، یعنی طبق راهنمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توانمندی جهت مقابل باید که صاحب دختر یا که عروس در نظر بگیره. نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود شما از کوه رفته طلا و نقره را کنده میارید، شما با اندازه هر کس به اندازه توان خود باید که اینجا اقدام بکنه و این موضوع را در نظر بگیرن. همچنین نبی اکرم صلی الله علیه و آله در موضوع ازدواج خود با همسرانشان یا ازدواج دخترایشان در هیچ یک مهری بلنده که از توان کلی جامعه بالا باشه نداشتن، بلکه بلندترین مهری که داشتن 420 درهم بود، یعنی از توان عامشان، یعنی از توان بیرون نبود. همچنین مثلا حفصه رضی الله، صفیه رضی الله تعالی عنها مهرشان خیلی ناچیز بود، زینب رضی الله تعالی عنها مهرشان هم کمی بود. به هر حال این فساد اجتماعی که به عنوان عادات جابجا شده، این یکی از فسادهای است که شیطان در جامعه های ما برای فتنه انداختن در خانواده ها، انگیز اختلاف ایجاد کردن یا اینکه به گناه ها کشانیدن جامعه ما، جامعه بشری ای را در مردم نهادینه ساخته. و یک مسئله که باید در اینجا یادم باشه، اون امیرالمومنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه در جریان حکومت داریشان یکی از خطبه هایشان بود که فرمودن که لا تغالوا فی المهر، شما در مهرها غلو نکنید. اگر مهری بلند نشانه شخصیتی
و شخصیت دهنده برای شخص می بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همسران خود و برای دختران خود که از او قدر انسانی بالاتر نبود مهر بلند انتخاب میکرد. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم مهر بلند نه در همسرانش داد و نه دخترانش، نه در دخترانش تعیین کرد. اینجا یک روایت ضعیفی بعضی ها دارن، در اینجا میگن که زن بلند شد و اعتراض کرد که الله تبارک و تعالی حد برای این تعیین نکرده. امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله عنه هم حد تعیین نکرده بود. و ما سخن الله را میگیریم نه سخن عمر. این اضافه صحیح نیست. این اضافه اعتراض این زن بالای این صحبت های امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ثبوت نداره. در مجموع احادیث صحیح در اعتراض صحابه بر بعضی موقف های امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه، حتی که در بسیار اوقات اشتباه از اونها بوده، وجود داره. یعنی که چیزی که میخواهند ثابت بکنن در روایت صحیح وجود داره، نیازی به این روایت ضعیف نیست. اینجا یک چیز دیگری هم هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که درباره زنها میفرماید که اکثرهن برکتا ایسرهن مؤونتا. با برکت ترین زنها زنهایی هست که تکالیف و مصارف ازدواجشان و همچنان مصارف زندگیشان عامتر هست. این کمترین بوده باشه. یعنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس در اینجا تعیین میکنن که زنهایی که با برکت هستند در خانواده ها و برکت خانواده ها هستند زنهایی هستند که مهرشان بسیار بلند نیست، تکلیف آسا نیست و همچنان مصارف و مطالباتی مصارف زندگی و روزانهشان بلند نیست و تکلیف آسا نیست. در اینجا عکسی چی میشه؟ پس زنهایی که برعکس بوده باشه، مصارف ازدواجشان خیلی بالا بوده باشه و مصارف عروسی و سپس مصارف زندگانشان رو زیاد بوده باشه، اونها یعنی از خانه برکت سلب میکنن، بلکه اونها یعنی باعث سلب برکت خانه میشه. و در عموم دیده میشه که زنهایی که با این مواصفات بوده باشن سازگاریشان در خانواده و سازگاریشان با اعضای خانواده شوهرشان و با خود شوهر خیلی ضعیف می بوده باشه، مخصوصا در صورتی که از مرحله مهر بگذرند و در مرحله بعدی هم همون مطالبه های بالا در میان بوده باشه. در اون صورت این مشکل بیشتر تبارز میکنه و تا اینکه صاحب فرزند میشوند و زندگیشان تا به آخر به تلخکامی پیش میره و او شخصی که برای اینکه زندگی راحت و عفتمند داشته باشه ازدواج میکنه، همیشه در خود این زندگی را در نفس خود این زندگی که او را زیر بار قرض ها انداخته، زیر بار منت ها انداخته و او را سالها از همین خانواده همسری که میخواست با او زندگی آرام و نیک داشته باشه از او دور میسازه، از فرزندانش، برای اینکه وام یا قرض‌هایی که در اثر این ازدواج و مهر و مصارف و غیر شرعی آن بالای او آمده، برای تأمین او از اینها دور می شود. پس این مصیبت های متعددی است که با خود داره و این با روح اسلام و روح آسانگیری اسلام در این قضیه مغایرت داره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون گفتن که آیا این حرف درست است که بگیم مثلا دین از سیاست جداست یا سیاست از اسلام جداست؟ موضوع جدا بودن اسلام از دین از سیاست سخن کسایی است که دین معنایش نفهمیده یا اقل شی اسلام معنایش نفهمیده. ممکن دین بودایی را فهمیده باشه معنایش، کنفوسیوس و غیره دین هایی که هست معنای او را فهمیده باشد، یا روحانیت نصارا، روحانیون و آخونده های نصارا را معنایش فهمیده باشد، اما دین اسلام معنایش نفهمیده. چون دین اسلام یعنی ما هر کتاب حدیثی را وقتی آیات های قرآن کریم که ما بگیریم، آیات های بیشماری از قرآن کریم در بیان احکامی
چگونه حکومت داری، آداب و قوانین حکومت داری، قوانین رعیت داری، قوانین حدود شرعی، تأمین امنیت عامه، تأمین حفظ اموال اجتماعی، تأمین حقوقی و عدالت حقوقی در جامعه، موضوع تفاهمات که زیست، قوانین همزیستی اجتماعی، قوانین همزیستی فامیلی، بلکه قوانین همزیستی سفری که وقتی که در سفر با کسی همراه میشه و شخص مسلمان هست چی نوع تعاملی داشته باشه، شخص کافری هست هم سفری او در راه چگونه آداب و قوانین در اینجا هست، این همه در قرآن کریم بیشتر از آیاتی هست که مربوطی احکام عبادات میشه. همچنین ما هر یکی از کتاب‌های حدیثی را وقتی که باز کنیم، صحیح بخاری، صحیح مسلم و هر یکی از کتاب‌های حدیثی را باز کنیم، یعنی کمتر از ربع کتاب، یعنی کمتر از 4/1 بخش کتاب مربوط به عبادات است. باقی کتاب نکاح، طلاق، میراث، احکام امارات، احکام حدود، حقوق عامه، حقوق خاصه، احکام بیع، کتاب بیع، یعنی یک بخش عمده از کتب حدیثی، کتب فقه اسلامی را بخش بیع انجام میده. قوانین مربوط به بیع، قسمی که قبلا مثال از موضوع ربا بود، موضوع نکاح و ازدواج، حتی مهرها و غیره، تمام مسائلی که در تنظیم امور اجتماعی می باشه، یعنی سیاست به معنای اداره امور زندگی. درست. اداره امور زندگی از جانب حکومت و از طریق حکومت داری، این چیزی هست که بیشتر از 4/1، بیشتر از تقریبا بگیریم 2/3 یا 3/4 نصوص شرعی تشکیل میده. درست. پس قول ما که اسلام از سیاست جداست به این معنا هست که ما باید تنها به 1/4 اسلام باور داشته باشیم، به 1/4 اسلام ما عقیده داشته باشیم، ما بقیه یعنی 3/4 دیگری اسلام یا که اقلش 2/3 دیگری اسلام را ما باید که کنار بگذاریم، از او با او منکر شویم. افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاة الدنیا. شما به بعضی از کتاب ایمان میاره و به بعضی دیگر کافر میشه. کسی که چنین کاری را میکند رسوایی در دنیا و عذاب سخت در آخرت نصیب از او میباشه. جز این پاداش دیگری نداره میگوید. پس در این مسئله از جمله چیزی است که یا کسی که این مطلب میگوید اسلام را نفهمیده یا این که در تقابل با اسلام قرار داره. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که در مورد فعالیت‌هایی که روافض در کشورها انجام میدن، گفتن که وظیفه یک مسلمان در مقابل فعالیت‌های روافض و مراکزی که ایجاد میکنن مثل کمیته امداد امام خمینی چیست؟ مسئولیت یک مسلمان قسمی که در برابر یعنی فعالیت‌های دینی یهود و نصارا، کمونیست ها، سیکولار ها و غیره مسئولیت دارن که باید که جلوگیری کنن، نگذارن که اونها هیچ نوع فعالیت دینی از خود داشته باشن یا که در پوشش یا فعالیت های دینی در پوشش خدماتی یا که بدون از او. همچنان آیین سب و دشنام صحابه کرام، دشمنی با قرآن کریم، دشمنی با یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، دشمنی با کل اسلام، این دین و کیشی که در تقابل کامل با اسلام قرار داره و پیروان این کیش، یعنی پیروان روحانیون این کیش بگیریم، جناب روحانی باشه یا دیگر هایش بوده باشن، اینها عقده‌ای که اینها در برابر اسلام دارن، در برابر مسلمان ها دارن، در برابر قرآن، در برابر صحابه، در برابر تمام اهل اسلام، اینها دارن هیچ یکی از بشریت
از یهود و نصارا جز یهود که همپایه اینها اگر عقده‌مندی در برابر اسلام داشته باشند دیگر کسی نداره. لذا دعایشان، عبادتشان با لعن و نفری نیست اهل اسلام و صحابه کرام و اهل اسلام هست، جزی از اصولشان هست که یعنی باید که شیعه درست شیعه بوده باشه، شرط اساسی است که باید که نفرت در مقابل صحابه کرام و اهل اسلام و اهل سنت داشته باشه. این چیزی از اساسات تولا و تبرایی که اونها دارن، چیزی از اساسات دینشان هست. باید که این نگذارن که مراکزی چنین باز بکنن، مراکز تعلیمیش خاص خود در اونجاها باز بکنن، فعالیت های ضد اسلامی خود در اونجاها ترویج بکنن. یعنی به هیچ وجه تا حد ممکن خود از قیام هر نوع حرکتی ضد اسلامی از اونها منع بکنن. حتی موضوعی که به نام اخوت قلمداد میکنن، این هم یکی از تقدیرها است که باید که از این جلوگیری بکنن. هفته وحدت دیگه، هفته وحدت هست، هر چی که نام میگذارن. یعنی هفته وحدت هفته‌ای که در همین هزاران طفل و زن مسلمان از سوی اینها کشته میشه. در این مساجد اهل سنت در ایران قفل زده میشه و علمای اهل سنت و جوانان دعوتگر اهل سنت در اعدام میشوند، علما به زندان برده میشوند و نامش هست هفته وحدت. این یک وسیله است، قسمی که علامه محب الدین خطیب و دیگر علمایی که قبلا این را تجربه کردن اونها میگویند که این یک وسیله است برای جای کردن این تشیع مجوسی در جوامع اسلامی، در جامعه های اسلامی. لذا در مناطق خالص شیعه نشین هیچ نامی از این پروگرام نیست، مگر در همون دایره سیاسی که به خود تعیین کردن برای فریبی افراد از منسوبین اهل سنت. درست، جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که دژهای مردم را تنظیم میکنن و در مقابل آن پول میگیرن. آیا این پول گرفتن حلال است یا حرام؟ اگر دژها را برای دیدن کانال های اسلامی و برنامه های اسلامی تنظیم میکنه، در این برایش ثواب هست، هم پول خود میگیره هم ثواب خود میگیره. اگر برای مشاهده یعنی کانال های غیر شرعی و کانال های فحشا و خلاف شرع تنظیم میکنه، در او گناهی خود همراه او میگیره. اگر عام هست و نمیدونه که اینها چی نوع استفاده خاصی میکنن و تنظیم میکنه، پس مربوط میشه و به خودی اونها در این صورت انشاءالله رحمان که این گناهگار نخواهد بود. اما اگر میدونسته باشه که اینها همین کانال های خلاف شرع و خلاف اخلاق مشاهده میکنن، در اون صورت در گناه شریک میباشه. جزاکم الله خیر. مهمترین سوالی که در روز قیامت از انسان پرسیده می شود چیست؟ سوال است که در سوره مائده است. به فکر من الله تبارک و تعالی میفرماید که در روز از اونها میپرسند که ماذا عجبتم المرسلین. این سوال است که از انبیاء علیهم السلام پرسان میکنه که مطلب شما دعوت رسانده. بله. و از امتی ها در مجموع میپرسند که ماذا عجبتم المرسلین، شما از مرسلین چگونه پذیرایی کردید و چگونه احکام تعامل با پیامی از اونها و رسالت اونها شما انجام دادید. این بزرگترین سوال است که در اون روز میباشه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن کسی که در جای فوت کرده باید همونجا دفن بشود یا به شهر خودش انتقال بشه؟ بله، اصل همین است که کسی که در جای فوت کرده در همونجا دفن میشود. لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم شهدای احد حتی از احد نگذاشت که به داخل مدینه انتقال داده شدن، بلکه کسایی که انتقال داده شده بودن اونها را هم فرمان داد که واپس برگردانند. و چیزی بوده یعنی در جریان
که صحابه کرام در هر جای وفات میکردن در همونجا دفن میشدن. عبدالرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانی که وفات کردن جنازه از اونها را انتقال دادن به جای دیگری. یکی از صحابه کرام رضوان اجمعین وقتی که حضور یافتن گفتن اگر من قبل از این حضور میافتم نمیگذاشتم که جنازه او انتقال داده شود، چون سنت همین است که جنازه شخص در هر جایی که وفات میکنه در همونجا دفن میشود. اما در خصوص این که انتقال او گناه خاصی داشته باشه در خصوص این چیزی نیامده. ما گفتن نمیدونم که انتقال او گناه داشته باشه، اما رواج شدن این خودی مشکلات ساز برای جامعه، مشکلات ساز برای مردم و ذریعه ترویج عادات باطلی می باشد که جامعه از او مستغنی است. جزاکم الله خیر. آیا طلاقی که به زور گرفته می شود واقع می شود طلاق؟ نه خیر، شرعا واقع نمی شود، اگرچه در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی و بعضی علمای کوفه او طلاق دارای اعتبار هست. اما حدیث اول یک حدیث عامی است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که الله تبارک و تعالی ان رفع عن امتی الخطأ والنسیان و ما استکرهوا علیه، از امت من خطا و نسیان و چیزی که بر او اجبار شدن برداشته شده. یعنی اجبار حکمی معتبر شرعاً نداره. همچنین نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در خصوص این میگویند که لا نکاح لا طلاق قبل النکاح، پیش از نکاح طلاق نیست، ولا طلاق من اغلاق، و طلاق جبری واقع نمی شود در وضعیت من اکراه. در اونجا یعنی این حدیث که به درجه حسن میرسه و حدیث قابل حدیث صحیح هست در بر مبنای از اینا فتوای ائمه امام مالک رحمه الله، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ائمه حدیث امام بخاری رحمه الله، از ائمه تابعین حسن بصری و غیره، مجموعش فتاوایشان همین هست که نکاح جبری یا که طلاق جبری صورت نمیگیره، چون در اصلا در نکاح رضایتمندی یکی از جمله طرفین، یکی از جمله ارکان نکاح هست که باید که دو طرف، یعنی از شرط های نکاح هست که باید که دو طرف راضی باشن، دو طرف عقد، عروس و شاه. همون است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که سنن ابن ماجه و غیره میگه که شخص زنی از صحابیاتی که قبا بود نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمده گفت که پدر من مرا برای رفع نیازمندی های خود به پسر کاکایم داده، پسر عمویم به پسر عمویم مرا به عقد نکاح او داده و من راضی نیستم. درست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که تو اختیارمند هستی که رأی پدر خدا تایید میکنی یا اینکه رد میکنه. در اونجا فرمود که حالا ما با رأی پدرم موافقه میکنم، ولی مطلب هدف ما ای بود که بفهمانم که زنها در موضوع نکاح خود، ازدواج خود مجبور ساخته نمیشن، بلکه از خود اختیار خود دارن که کسی را که نپسندن رد کنن. و این حکم شرعی هست. گرچه عرفه های باطل ما و شما چیزهای دیگری را تحمیل میکنن، اون مشکل عرفه ها هست، رواج ها هست که باید اصلاح شود، باید اسلامی شود، نه اینکه اسلام رواجی شود. پس این چیزا باید که ما تصحیح بکنیم این ذهنیت های خدا و ذهنیت های اجتماعی. به هر حال در اینجا رأی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی و کسانی که هم نظری او بودن رأی مرجوح و ضعیف هست، هیچ نوع دلیلی نداره و رأی صحیح همین هست که طلاق جبری واقع نمیشه. جزاکم الله خیر. بیننده برای در مورد بعضی از اعمال که در ماه رجب گفت انجام یعنی صورت میگیره سوال کردن که در ماه رجب گرفتن روزه و همچنین خواندن نماز رغائب آیا جایزه یا نه؟ قبلا راجع به یادآور شده بودیم که هیچ چیزی در فضیلت روزه گرفتن خاصی در ماه رجب
و همچنین نماز خاصی که مخصوصا نماز رغایب هست که در بعضی احادیث او خیلی طولانی آمده ثبوت نداره، یعنی هیچ یکی از اینها شرعاً ثبوت نداره. حتی چیزی که بعضی ها میگوین روزی که در او قضای 70 ساله می باشه یا که در ماه رجب است، در ماه رمضان هم چنین برداشت دارن، اینها هیچ یکی صحت نداره. جزاکم الله خیر. اما میتونه که روزه بگیره بدون اینکه عقیده داشته باشه که روزهای دوشنبه یا پنجشنبه یا که روزهای 13 و 14 و 15 یا که هر یک روز بعده، قسمی که عام سال هست بدون اینکه عقیده داشته باشه که شرعاً روزه این ماه حکم خاص شرعی داره. جزاکم الله خیر. بنده گفتن که قبلا نماز نمیخوندن، نماز قضایی زیاد دارن و الان التزام پیدا کردن، ملتزم شدن و نماز میخونن. با نماز گذشته چیکار بکنن؟ توبه هم کافیه یا باید قضا کنن؟ در صورتی که نمازها زیاد هست و از جریان ارتکاب گناه بینمازی اونها توبه کردن و جریان صلاح ادای پابندی به نمازها، در این صورت توبه خدا خالص بسازن و اگر نمازهای محدودی که دارند اونها را قضا میارن اشکالی نداره، اما بهتر هست اما موضوعی که بالایشان ملزم بوده باشه، چون کوتاهی هایی که در عصر قبل از توبه داشتن اونها بالایشان حتمی بوده باشه، ما در این نظر جدی گفته نمیتونن، مگر بعضی علما او را ملزم میکنن که باید که ادا کنه، اما وقتی که توبه کرد از این ما بعد خدا اصلاح بکنه. بله، در صورتی که در قبل گهگاه بنابر کوتاهی نمازی او میماند و اونها را به خاطر داره یا اینکه طور اغلب ذهنی در خاطرش هست، در اون صورت اونها را ادا میکنه و قضای اونها را میخوانه. اما در مجموعی که جریان ناپابندی و غیر التزام به دین بوده باشه، وقتی که توبه کرد، حتی در نزد امام احمد بن حنبل رحمه الله یک قولی در نزد امام احمد بن حنبل رحمه الله و تعداد دیگری از علمای مذهبش که بیشتر راجح در متأخرین حنابلة هم همین است که با ترک نماز کافر می شود، ترک کلی نماز کافر می شود و وقتی از او توبه کرد گویا دوباره وارد اسلام میشه. پس در اینجا آنچه که بعد از توبه هست، یک پابندی بعد از توبه مهم هست برای او. قضای اون مسئله است که قابل اخذ و رد، یعنی قابل داد و گرفت است. درست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که نیت کردن برای نماز باید چه وقتی باشد؟ همون اول نماز باید باشه یا همین که انسان قصد داره یک نمازی رو بخواند کافی؟ نیت دو چیز هست. یکی نیت داره که کاری رو انجام بده، این یک نیتی قبلی هست. برای ادای هر عبادت این نیت ضروری هست از اول، اما این نیتی مطلوب شرعی برای نیتی که شرط برای نماز صحت عبادت هست، این نیت نیست، بلکه نیتی هست که همزمان با ورود به عبادت انجام میده. یعنی همزمان که میکنن نیت بکنن که حالا ما داخل عبادت میشوم و عبادت مطلوب چی حج هست، چی روزه هست، چی نماز هست، چی صدقه هست، بالفعل ما با ادای ای دست به کار میشوم. این نیتی مهمی هست که هنگام ادای عبادت متصل با ادای عبادت باید که با او بوده باشه. یعنی در غیر از نیتی اولی نیتی مهم هست اما او کفایت نمیکنه. مسئله دوم در اینجا هست که این نیت و نیتی اولی که هست هر دو کار قلب است، یعنی در قلب خود با این تصمیم وارد عمل می شود، اما به زبان آوردن چیزی به نام نیت، یعنی تلفظ نیت قلبی به زبان، این از بدعات است که در شریعت اصل نداره و حتی در هدایه
امام مرغنانی رحمه الله تعالی و بعضی کتاب‌های دیگری که او را مستحب قرار داده، یک توجیه خیلی عجیبی کرده که میگه چون نمیدانه که ما چی کار انجام میدم، مخصوصا عوام، برای از اون مستحب است که به زبان خود ذکر بکنه. و کسی که نمیدانه که ما چی کار انجام میدم چی را تلفظ میکنه، این یک توجیه غیر معقول هست. یعنی کسی که نمیدانه که ما چی کار میکنه چیزی رو میتونه تلفظ بکنه، اصلا تلفظی اون معتبر نیست، اون مکلف نمی باشه. کسی که نمیدونه چی کار بکنم، چی کار میکنم یا چی نمیکنم، با مجرد تلفظ یک مسئله کلی هست اتفاقی که مهم در نیت قلبی هست. تلفظی که به زبان داره اگر در این اشتباهی میکنه هیچ خللی در عبادت او پیش نمیاد. به اتفاق کسایی که یعنی از پیش خود این نیت مستحب دانستن یا که رأی در استحباب ای دادن و به اتفاق اونها و دیگرها، اگر این نیت زبانی درست بود اما نیت قلبی او درست نبود، مثلا در قلب او تصمیمش ای بود که من 4 رکعتی سنت نماز پیشی نمیخوانم، اما در تلفظ زبانش گفت که 4 رکعت فرض. معتبر شرعاً همون چیزی است که در قلب او بود و نیت قلبی از او بود. زبان او درست گفت یا غلط گفت معتبر نسبت مهم همون چیزی است که قلباً گفته. لذا این تلفظ نیت شرعاً هیچ اصلی نداره و از این جهت یعنی تعداد زیادی از علما با بدعت بودن او تصریح کردن. درست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که کارمند بانک هستن و اسناد بهره بانکی رو تنظیم میکنن که سود و بهره داره دیگه، گفتن آیا ایشون هم شریک گناه میشه اگر گناه وجود داره؟ بله، نویسنده سود هستن و یکی از همکاران در بخش سود و ربا. اگر واقعا بانک تعامل ربوی داره و کارهای ربوی هست، اینها شریک می باشن، حتی تا با بشمول نگهبان دروازه که در کارهای عمل دست به کار نیست و اونها در مجموع شریک می باشن. جزاکم الله خیر. کسی که درویش یا صوفی است یا فریاد به غیر الله میخواند ذبح دستش حلال است یا موضوع درویش و صوفی اینجا خلطی هست. هر درویش مشرک نیست، هر صوفی مشرک نیست، بلکه صوفی و یا درویشی که زهد داره و با بعض اشتباهات عملیه که در عبادات و در اعمال دیگه داره، او یعنی اگر با بدعات آلوده بود و بدعاتی از اونها در حد شرک و برداشت های کفری نبود، در اون صورت او چون سایر مسلمان ها هست، اما حتی گهگاهی افضل می بوده باشه. یعنی گهگاهی مثلا صوفی به کسی احیانا گفته میشه که پارسا هست، عبادت گزار هست، با تقوا و پرهیزگار. در این صورت هست بسیاری هایی که در جامعه هستن، حتی اهل علم خیر از اونها افضل می باشه به حساب عملی شخصیش. اما در صورتی که این صوفی قسمی که صوفی های معروف جامعه یا محیط فعلی جامعه های اسلامی ما هست که اکثری از اونها نه به دین پابند هستن، نه عقیده را میدانن، نه به توحید چیزی آشنایی دارن، حاجت خواهی از غیر الله میکنن، اولیاء و انبیا و غیره را متصرف در کائنات میدانن، با اونها علم غیب قائل هستن. یعنی این شرکیات از اونها حاجت طلبی و شفای و امراض و این چیزها را میخواهند. این تمامی از اینها شرکیاتی هست که اونها را از دایره توحید به دایره شرک میکشن. چی اونها باشه، چی نفسی یک سیاسی یا شخصی عادی بوده باشه، فرق نمیکنه. به اعمال شرکی که گرفتار میشد، در اون صورت اگر ذبح اونها به غیر الله تبارک و تعالی بوده باشه، یعنی ذبح هایی که مثلا برای درباره ها و مزار ها و امثال از اونها انجام میتن که در حرمتی از او هیچ نوع شکی نیست، یا اینکه در وقت ذبح او نام پیر خود یا که بزرگ و امام و غیره را میگیرن، در حرمت او شکی
نیست و هیچ نوع استفاده از او درست نیست مگر برای کسی که از گریسنگی به مرگ بوده باشه. برای رفع گریسنگی برای او جواز پیدا میکنه. اما در صورتی که یعنی چنین نبود، از ذبح عامی اونها بود. در این یعنی دو دیدگاه هست بین اهل علم. یک دیدگاهی که حمل اینها حمل میشوند حکمشان به حکم مشرکین اهل کتاب به علت جامع کتابی بودن، چون اینها هم از اهل کتاب قرآن آسمانی هستند که قرآن کریم هست و از امت یکی از پیغمبرهای الهی. لذا اینها در حکم مشرکین اهل کتاب ذبحشان در صورتی که برای غیر الله تبارک و تعالی و در مناسبات شرکی نبوده باشه حلال است. حکمی از او را میگیرن. اما دیدگاه دیگری هست که اینها را حمل میکنه به عموم مشرکین که ذبح عام مشرکین غیر اهل کتاب ذبحشان حرام است و به اونها حمل میکنه. لذا هر کس این دایره یعنی بازتر هست و شخصا نظر من همی است که حمل از اینها بر حکم مشرکین اهل کتاب نزدیکتر هست از حمل حکم اینها بر مشرکین زردشتی و مجوس و غیره. میشه که مثلا آخوندان که از مرجعیتشان خسره و اونها هست، اونها حکمی مشرکین اصلی را بگیرن، اما عمومی کسایی که به چیز گرفتار میشن یعنی به نظر ما یعنی به برداشت ما این راجح تر است. به هر حال قبلا یادآور شدیم که این موضوع قابل داد و گرفت هست و دو دیدگاه با این دو بینش وجود داره که بسیاری ها که یعنی با حماسی بیشتر در مسائل توحیدی پیش میروند به اینها حکمی مشرکین مشرکین قریش و مشرکین هندو و غیره رو میتن و دیگرهایی که کمی حوصله‌مندی دارن با اونها حکمی اهل کتاب میتن و هر یک قناعت شخص به هر یک از این دو رأی حاصل شد مطابق قناعت ایمانی خود عمل نکنه. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین که 2 ساعت در خدمت شما بودیم و بینندگان از صحبت‌های شما استفاده کردن و از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. ما را از نظرات و انتقادات خودتون محروم نکنید. هر نظری دارین به میل برنامه بفرستید و انشالله بررسی میکنیم. ما را از دعای خیر خودتون نیز محروم نکنید و انشالله تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤال